Welcome to my channel. Let's play. سلام به همه رفقای گلم. میخوام براتون یه سری سوروایو درست بکنم که اگه ازم حمایت بشه سری رو ادامهش میدم و شاید حتی با هم تونستیم بازی رو تموم بکنیم، چون من تا حالا سوروایو زیاد بازی نکردم. پس ممنون میشم که اگه حتما خوشتون اومد کانال رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید. خب تنها چیزی که یاد دارم فقط اینه که باید بر خودمون وسیله بسازیم و اینها. خیلی خوب، برگردیم سر چوب زدن. بچه راستی اگه بخوای من میتونم وان بلاک هم برم یه گروه گپ میذارم براتون، $1 چیزی اونجا. حتما نظراتتون رو بنویسین که اگه دوست دارین بریم من یک وان بلاک هم براتون برم. فکر کنم یک کلنگ کافی باشه دیگه، بریم سنگ میکنیم. عالی، برای شروع دارم خوب پیش میرم. برای اولین بارم هر کی موافقه لایک کنه ویدیو رو. راستی اگه خیلی حمایتم بکنید مثلا بگین ممکنه هاردکورم براتون بازی بکنم. در ضمن اگه میخواید گروه گپمون عضو بشیم نیاز به روبیکا دارین. خب چرا یکیش اضافه اومد؟ خب این برو اومد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. چیه بابا، دارم چی میگم دقیقا؟ بچه ها چه واقعا تو مایکرافت انقدر صداهای عجیب پخش میشه؟ موجانگ با ما مشکل داره؟ هر کی موافق موجانگ با ما مشکل داره لایک کنه. گوسفنده بابا. غذا نداریم، باید خوک بکشیم. خوک فصل چرا اینقدر صدا زیاده؟ یکم صدا رو کم کن. خیلی خوب، به اندازه کافی هم کردین دیگه. راستی اگه دوست داشتین بگین که من تو جاوا هم میتونم سروایول بذارم. خودتونم اگه میخواین اگه جاوا رو تو گوشیتون داشته باشین حتما پوجاو لانچر رو نصب بکنین، چون فقط به درد ماینکرافت جاوا میخوره. اصلا یعنی یه چیزی که عالی کار میکنه برای همه گوشی. فقط بعدش اینه که با دسته و اینها نمیشه وصلش کرد. فقط مثل چیزا مثل تیلانچر و اینا، تیلانچر که البته مال کامپیوتره، مثل امسینا باکس لانچر یعنی نیستش. یکی بذار. من یکم همینجا میمونم من چی گیرم میاد. یکی الان این صدا رو که شنیدم الان میترسم تو این دفعه بازی کنم. همین یکی مهم نیست، الان میخوریمش.
اینو بخور. به نظرم که این ته درجه چیزای خوبی داره. نه با همش مثل زغاله. نزدیک بود. یه بیله رو نمیداختم دور خوب بود ها. خراب شد دیگه بیادب. وای من میگم از یه دونه چوب بگذاریم اینجوری. فکرم یه گوسفند اینجا بود. بچه راستی اسکین هیرو برند من دارم. خب اگه بخواین براتون آموزشش رو میذارم که چجوری اسکین درست بکنید چه به هیرو برند. خوب میشه اینه که چون مال خودم ماینکرافته دیگه اگه مالتی پلیر بازی بکنین اسکینش برای دوستتونم لود میشه. مثل اسکین که از اپلیکیشن رو میارین مال بدراک لود نمیشه نیست. باید چرم گاو به دست بیاریم تا یک باندل. درسته که آخ جان پورتال نیمه کاره. این نشونه ویلیجه. هم توش کل چیزای خوب پیدا میشه. این چیز خیلی خوبیه برای اولین بار. برای اول بازی مخصوصا. خوب همون پشترش رو لود بکنه. پشتش ویلیج باشه. چقدر حال میده واقعا. دقت کردین چرا انقدر زیاد جایی قرمز 8 تا گلدن کروت. من واقعا اینو قبول ندارم دیگه. اینا رو میگیریم. یه دونه ابسیدین آیرون اینگات ها رو برداریم. خوبه ای این کل چسته رو قشنگ بردارم. ابسیدیناش هم که متاسفانه نمیشه کند. خب یه آرمور درست کردیم برای خودم. درست که نکردیم پیدا کردیم. خیلی خوب. گوسفند عالیه. بیا اینجا برو. آقایش رفت. آماده میخوام اولین گلدن کرات رو بخورم. بایی حس خوبی داره. سالا شما از پورتال خراب شده تونستین 8 تا گلدن کروت پیدا بکنین؟ واقعا خیلی خوبه برای اول باز. من جرئت ندارم هاردکور برم، ولی اگه حمایت بکنین و دوست داشته باشین برای شما میرم. چون اول کار میمیرم مطمئنم. یعنی اوه این چیه؟ انگار شهاب سنگ خورده اینجا. چه کوفتیه دیگه. آخشان گوسفند. حالا که این خاکستریه مجبورم یه چند تا از این گله هم بردارم. 3 تا از این گله کافیه. درسته؟ آره 3 تا کافیه که همشو قرمز بکنم. یه تخت قرمز داشته باشیم.
با یه دونه پشمه دیگه بابا، یه دونه دیگه بدی من راضیم. یکی دیگه فکر کردم اون درخت تنش دراز بود. ویلیج دمت گرم دیگه 5 لازم نداری. دیدی گفتم کنار پورتال شکستا ویلیج همیشه پیدا میشه. به اینجا میخوام با ترید کنم. بیشتر تلاش کن تا از دست من تلاش فرار بکن. من ترید نمی کنه. 2 تا امرالد ایول. خب ما اینجا میخوابیم بعدش هم تخت رو میکنیم. اوکی خب یکی هم بریم اینجا رو درو بکنیم. کلا از شر بگیره اینجا رو خلاص شد. دارم تو چی میفروشی؟ کاغذ میخوای؟ من اگه شوگر کینگ میاد اینجا خوب بود. تو چی میفروشی؟ اون گندم بهت بدم امرالد میدی؟ بده بیا گندم رو پس. بیا اینجا. چند تا گندم باید؟ 20 تا؟ در من دیگه امرالد برو بابا مگه. نه نظرمش که رو فروش نشه. هی بنا رو ندیدم، اشتباه شد. خیلی همه اینها رو باید درست بکنیم. آها بکن همه اینا رو تبدیل میکنیم به گندم. چند تا امرالد داد؟ 5 تا امرالد داریم الان دیگه. نمیفروشی؟ چرا میفروشی؟ تو چقدر جیگری. دوباره نمیده. چرا باید یه امرالد بدیم برای مگه خل قشنگیم؟ یه دونه امرالد بدیم برای نون. میریم اینجا را خودمون میزدیم بیشتر همه بود. ما که خل نیستیم. داداش چرا شما رفتین اونجا آخه؟ آولا والا وایه 3 آیران گولمو نزدم. الان میرم میدم چی میدیم. آی هویج بدم بهت امرالد میدی. آی برو بالا. شانس آوردم ها. لازم بچه بایدتون نگفته بودم اگه من توی این ویدیو بمیرم کلا این سری تعطیل میشه و تموم میشه. خب اگه نمیدونستی الان بدونی. دقیقا 3 تا چوب به اندازه زدن یه آیرون غلام. ایوه وایسا. کلنگ بزنمش بعدم بیشتر دمیج میده. چند تا دادی؟ 4 تا. اوکیه. من میگم با همون 4 تا یه شیلد و یه دونه چیز یادم رفت بیارم. شیلد و یه باکت ها. یه دانه باکت.
حالا یکی از خونه های اینا رو میاریم پایین. از همین سنگ هم میگیریم دیگه. یخت زردی هم داشت بچه داشت. از یه بعد اینجوری حرف بزنیم. داشت. خیلی خوب. این رو میپوشیم که رفتیم کیبل هم برمیداریم. خیلی خوب. یه هم رو میاریم پایین. سنگ هم بگیریم. کل این خونه رو میارم پایین. هر ویلیجری هم بیاد اینجا با همین تبر میدن تو کلش. دارم چی میگم دقیقا؟ دراپش میکنیم چرا برادر؟ آره خب اوکیه. کروت میخوای؟ بعد بگم که من ندارم متاسفانه، ولی گلدن کروت داره. زیر یه ویلیجر آهنگر پیدا نمی کنم. خوشی میفوشی هیچی. بس برو اون بر بگو که هنوز ویلیج ادامه داره دیگه. آره نه من میگم یه کاری بکنم. هم دارم ویدیو رو تموم میکنم. بعدا اگه دوست داشتین بقیه ادامهش هم میرم. و خدا حافظ. Thanks for watching.